سلام بر دوستان گل گلاب. لواش هستم. دوباره اومدیم با یک ویدیوی دیگه. ببینید، اولا که چیزی که میخواستم بهتون بگم، ببخشید که من یکم فعالیت نکردم و واقعا ببخشید خب. و اینکه دیگه چالشه، حالا چالش ها رو نمیذاریم، مثلا هدفمون دایمنده و اینا، لایف هک ها رو میذاریم و مود ها. خب و حالا از اونجایی که سیستم بنده که میدونید دیگه ضعیفه، لگ میگیرم، خب دیگه مجبورم دیگه، گفتم اینطوری بهتره، شما اذیت نمیشید. حالا خب امروز یه چند تا ماد اومدیم تست کنیم. خدایا چرا یکیشو لو دادم. حالا خب حالا مدارم تو کامنت ها میذارم. خب ما امروز اومدیم چند تا مود تست کنیم. 4 تا 5 تا نمیدونم، حالا یه چند تایی هست. خب حالا ما اومدیم مود تست کنیم. خب اولیشو دیدید که دیگه فیزیک دیگه، ماینکرافت اینطور فیزیکی داره دیگه. وقتی میگم الان توش راه میری، واقعا کاربردیه. مثلا این یه دونه زامبی، یه دونه کل هم گاو میاریم. خب این تو زامبی هم اثر داره. رفت داداش، خوبی؟ رفت رو همه مابا دیگه اثر داره دیگه، مثل این. تازه تا آیتمی که میندازی کلا با فیزیک بستگی داره دیگه، اینطوری میشه. خب بریم سراغ مود بعدی. این مود البته یه چیز دیگه شو بذار یه چیز نشونتون بدم. اینش باحال خفنه. خب اینو میدیم دست بابا کرم. آتیش هم خاموش میکنی، عجیبه. من بپرسم این چرا اینطوریه. الان نگاه کن به چه روزی در میاد و چقدر خفنه وقتی